پروردگارا، فرزندانم خطا کردم، شیطان فریبشان دادم، من از حق خویش گذشتم، تو نیز آنان را ببخش. میبینی که سعی میکنند خطای گذشته خویش را جبران کنند. توبه و انابه آنان را بپذیر. اگرچه دیر به سوی تو بازگشتم، اما دل شکسته آمدم. اگرچه دیر توبه کردم، اما اینک نادم و پشیمان. از دریای رحمتت امید بخشش دارم، از گناهانشان بگذر. مگر پدری میتواند فرزندانش را نبخشد؟ از ابتدا میخواستم برایتان طلب بخشش کنم، اما بیم آن داشتم به خاطر گناه بزرگتان خداوند شفاعتم را نپذیرد. منتظر سحر هنگام استجابت دعاست. میدانستم در این لحظات خداوند دست نیازم تویی باز نمیگرداند. آنجا مرز مصر است. ایشان پدرم یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم و ما فرزندان و نوادگان او از اهالی کنعان هستیم.
تبس به دیدار عزیز مصر میروید. آیا کاروان شما برای خرید گندم به تبس میرود؟ نه، ما از بستگان عزیز مصر هستیم. برای دیدار ایشان میرویم. ایشان پدر یوزارسیف بزرگ هستند. باز چه شده؟ همیشه به سهولت از اینجا عبور میکرد. عجله نکنید، خواهیم فهمید. شما از بستگان یوزارسیف بزرگ هستی؟ آری همینطور است. من پیک یوسف حکیم هستم. من پدر یوسف هستم. اینان برادران، برادرزادگان و بستگان یوسف هستند. به من دستور دادن به محض دیدن شما در اسرع وقت ایشان را با خبر سازم و امید دیدار. خدا نگهدار. به یوسف من بگو تا شهر یوسف من خیلی راه است. تا تبس 6 روز راه است و ما قرار است ایشان را در تبس ملاقات کنیم. پس 6 روز دیگر من میتوانم یوسفم را ببینم. نه پدر، برای پیک 6 روز راه است. ما که آهسته میرویم دیرتر خواهیم رسید. حرکت میکنیم. چه خبر شده؟ چه میخواهی؟ از مرز سوریه می آیم و برای جناب یوزارسیف حامل خبر مهمی هستم. همراه من. به زودی به خواست خداوند قحطی پایان می‌یابد و نزول باران و وفور نعمت دوباره آغاز می‌شود. یکی از جانب مرز سوریه اجازه ورود می‌خواهند. درود بر خداوندگار مصر عالی جناب اخناتون. به محضر عزیز مصر یوزارسیف بزرگ عرض می شود 6 روز پیش پدر و برادران شما به همراه همه بستگان به مرز مصر وارد شدند و به سوی طبس در حرکتند. برای من مژده بزرگی بود. چند روز دیگر به اینجا خواهند رسید. بیشک با پای پیاده و آن همه احشام نمی توانند سریع حرکت کنند. 3 روز دیگر به طبس می رسند.
سپاسگزارم. خبر مسرت بخشی بود. خوشحالم کردی. می توانید بروید. باید به جناب یوزارسیف تبریک گفت که پس از 30 و چند سال بار دیگر پدر و نزدیکانشان را ملاقات می کنند. بسیار خوشحالیم. سپاسگزارم و خداوند را به خاطر این لطف شکر می‌گویم. ما نیز به نبی خدا تبریک میگوییم. پس شادی شما شادمان. امیدواریم که با قدوم مبارک یعقوب نبی قحطی مصر نیز به پایان برسد. اگر اجازه دهید من به استقبال پدر و برادرانم بروم. بارمهو ممکن است یوزارسیف به خاطر پرهیز از تشریفات استقبال لازم را از پدر و برادرانش به عمل نیاورد. دستور بدهید شهر را آذین ببندند و مردم برای استقبال آماده شوند. اطاعت عالی شما. مبروک. بگویید شهر را آذین ببندند و تمام نیروهای نظامی را برای استقبال از یعقوب پیامبر و قبیله او آماده کنید. اطاعت. یعقوب پیامبر و بستگانش به تبس میآیند. پدر و بستگان یوزارسیف بزرگ به شهر ما میآیند. باید به استقبالش برویم آماده. عزیزان یوزارسیف عزیزان ما نیز هستند. باید برای خوش آمدگویی برویم. یوزارسیف به گردن ما حق دارد. آنها 40 سال است یکدیگر را ندیدند. یعنی 40 سال است جناب یوزارسیف پدر خود را ملاقات نکردند؟ من که چنین شنیدم. برویم به استقبال برویم. همه را خبر کنیم. باید به استقبالشان برویم. باید نشان دهیم که مردم مصر قدرشناس زحمات یوزارسیف هستند. برویم. میبینی پدر؟ آنها کوه هست. نه پدر. ولی نه، ظاهراً ساخته دست بشر باید باشد. آری پدر، آنها 3 بنای بزرگند که بر گور 3 تن از فرعونان مصر قرار گرفتند و از عظیمترین بناهای جهان هستند.
یوسف نیست؟ چرا پدر؟ شهر تبس است و خاکی که برخاسته است از حرکت مستقبلی. این که یوسف نیست. نه پدر، ایشان رودامون افسر محافظ یوسف هست. بایستید! درود بر یعقوب نبی، پدر بزرگوار ناجی، رزاق و عزیز مصر، یوزارسیف بزرگ. یوزارسیف؟ همان یوسف. درود خداوند بر شما باد. عزیز مصر و مردم به استقبال می آید. از محضر یعقوب نبی تقاضا می کنیم بر بلندی بایستند و از مستقبلین بازدید کنند. ما چه باید بکنیم؟ از شما تقاضا داریم بر آن بلندی بایستید تا حضرت یوسف و همراهان برسند. آسمان مصر سالهاست که به خود ابر ندیده. باد هم بیقراری میکنن. به گمانم پی به درون آشفته شما برده است. باد پیک خوشخبر است. در این ساعات دلنشین وصل خود را در شادی من شریک می‌داند. خدایا آن که بر عرابه سوار است یوسف من نیست. نه پدر، هیچ کدام از آنها یوسف نیستند. بیاید پدر، بیاید. کنار بدم، کنار بدم.
تا اینجا فاصله چندانی ندارد عالی جناب. نمیدانم دیدار یوسف را چگونه تحمل خواهد کرد. دستهایش دارد میلرزد. شما که خود از او بدترید مادر. نگران نباشید. اگر خدا بخواهد هیچ اتفاقی نمیافتد. تحمل داشته باشید مادر. آرام باش قلب من. درون سینه بی‌تابی نکن. مگر نه این که امروز آرام قلبم را ملاقات میکنم. پس این همه سر به جداره سینه کوفتن چرا؟ پس برادرت کو؟ چرا نمی آید؟ میبینی با چه شکوه و عظمتی میآید؟ از کودکی به دنبال برتری بر ما بود. به آن هم رسید. یوسف من است. یوسف من است.
به خدا فرشتگان آسمان بر این لحظه اشک شوق می‌ریزند. اشک‌های سوزان و لب خندان یوسف را ببین. به راستی چرا یوسف این گونه شده؟ درود بر نبی خدا. به مصر خوش آمدید.
من به عنوان فرمانروای مصر ورود یعقوب نبی به این سرزمین را خیر مقدم میگویم و حضور ایشان را در این سرزمین مایه خیر و برکت برای مردم میدانم. ما حضور ایشان را در مصر به فال نیک میگیریم و امیدواریم هرچه زودتر قحطی مصر به یمن قدوم ایشان پایان یابد. فکر میکردی یک روز رویای یوسف واقعیت پیدا کند؟ هرگز. بدتر از همین که مدام مجبوری به او تعظیم کرده و محض او تعریف کنی. یا یوسف، خود را به شکوه و جلال تمام بیارای و در این مجلس درآی تا همگان بدانند کسی را توان ستیز با آنکه خداوند عزیزش بدارد نیست. اگر اجازه دهید چند لحظه از حضورتان مرخص شوم. به زودی باز میگردم. برو پسرم، اما زود بیا. ایشان بانو آسنات، دختر بزرگ یکتاپرستان مصر است. همسر یوزارسیف، یا بهتر بگویم یوسف نبی. این منسه دختر یوسف نبی است و این هم افراهیم پسر اوست. میبینی لیا، ما از یوسف نوه داریم. دو دسته گل زیبا و شیرین. شما عروس دیگری هم دارید، زلیخای زیبا و عاشق. او چون شما سالها منتظر یوسف ماند. پس تو هم چون من عاشق بوده ای؟ عشق زلیخا به یوسف سالها زبان زده مردم مصر بوده. پس تو نیز هجران کشیده ای؟ درد فراق تلخ است، نه؟ شیرینی وصل و دیدار تلخی فراق را از خاطر میبرد. سعادتمند و عاقبت به خیر شوی فرزندم. میبینی لیا چه زیبا و با شکوه شده؟ آری، یوسف ماست، تابنده تر از خورشید و زیباتر از ماه شده. نه عزیز پدر، تو نباید دست مرا ببوسی. این یوسف است. برادرتان یوسف بازگشته، همان که سالها گم شده بود، همان که سالها در فراقش می سوختم، همان که سالها انتظارش را می کشیدیم. یوسف گم گشتم بازگشته. عزیزم، بیایید به یمن یافتن یوسف حمد خدا را به جای آوریم. بیایید به شکرانه یافتن یوسف سجده شکر به جای آوریم.
برخیز پدر، برخیزی. میبینی یوسف؟ سجده ماه و خورشید و 11 ستاره را میبینی؟ آری پدر میبینم. تعبیل رویای کودکی خود را میبینم. خداوند صفات جمال و جلال خود را در وجود انبیای خیش به نمایش میگذارد. بهتر است بگویم اولیای خدا با اعمال صالح آینه بسیاری از صفات خداوند می شود و بهره یوسف از این صفات بیش از دیگر انبیاست. و اگر بگویم یوسف من جلوه جمال و جلال خداوند در زمین و آینه خدا نماست، گزافه نگفتم. همه اینها عنایاتی است که خدایم ارزانیم داشته. من از خود هیچ ندارم. خداوند از زندان آزادم کرد و خداوند شما را پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم اختلاف انداخته بود از کنعان به این جهان. او به همه امور دقیق و دانای حکیم است. پروردگارا، تو عزیزی مصر و حکومت به من عطا کردی. تو قدرتم ارزانی داشتی. علم رویا و تعبیل خوابها را تو به من آموختی. مرا در حالت تسلیم و رضا بمیران و با صالحانم محشور کردم. خداوندا، تو را سپاس میگویم که انتظار یعقوب را به سر آوردی و دیدگان منتظرش را به دیدار فرزند روشن کردی. پروردگارا، دیده همه منتظران را به دیدار منتظر روشن کردی. خداوند به وسیله تو حکومت یکی از صالحان را در گوشه از زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد. ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و ضلالت و فقر به سر میبرند. صالح موعود که آمد همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان. موعود؟ آری، همان که نامش سال هاست آرامش بخش لحظه های دشوار زندگی توست. او کیست؟ کی خواهد آمد؟ آنگاه که پیامبر خاتم آمد، منجی موعود نیز خواهد آمد. جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد داد. شما بیشک پیامبر خاتم و موعود را خواهی دید. سلام مرا به آنان برسان. تو میگویی آینده قوم بنی اسرائیل را یوسف رقم خواهد زد یا یهودا؟ خب معلوم است یوسف. نه شمعونه، آیندگان خواهند دید که بنی اسرائیل را یهودی خواهند خواند، نه یوسفی.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.